از فقر تا فتح جهان با قهوه، داستان واقعی هاروارد شورتز. تولد در فقر، رؤیا در تاریکی. سال 1953 در یکی از فقیرترین محله‌های بروکلین نیویورک کودکی به دنیا آمد که هیچ کس تصور نمی‌کرد روزی امپراتوری قهوه دنیا را بسازد. نامش هاروارد شورتز بود و خانواده‌اش آنقدر فقیر بودند که گاهی برای پرداخت قبض‌ها مشکل داشتند. پدرش یک راننده کامیون ساده بود، بدون بیمه، بدون امنیت شغلی، بدون امید. اما یک اتفاق همه چیز را در ذهن کوچک هاروارد تغییر داد. روزی پدرش سر کار آسیب دید، چون بیمه نداشت، نه پولی گرفت نه حمایتی. در آن لحظه هاروارد نوجوان با خودش عهدی بست: یه روز کاری میسازم که مردمش مثل پدرم بی پناه نباشم. این عهد شد موتور محرک زندگیش. دانشگاه با بلیت بسکتبال. هاروارد برای فرار از فقر فقط یک راه داشت: درس خواندن. او با استفاده از بورس ورزشی وارد دانشگاه نادرن میشیگان شد و در رشته ارتباطات فارغ التحصیل شد. بعد از دانشگاه وارد دنیای بازاریابی شد. باهوش بود، پر انرژی و همیشه یک چیز را می‌خواست: فرصت ساختن زندگی بهتر. تا اینکه در سال 1982 زندگیش وارد یک مسیر جدید شد: برخورد با نام استارباکس. او در شرکت کوچکی به نام استارباکس استخدام شد. آن زمان استارباکس فقط چند فروشگاه کوچک در سیاتل داشت که دانه قهوه را می‌فروخت، نه نوشیدنی آماده. هاروارد با انگیزه کار کرد، ایده داد، بازار را تحلیل کرد، اما هنوز هیچ کس نمی‌دانست که او قرار است استارباکس را به برند شماره 1 قهوه در دنیا تبدیل کند. تا اینکه سال 1983 هاروارد به میلان ایتالیا سفر کرد. وقتی وارد اولین کافه شد حیرت زده شد. صدها نفر در کافه ها بودن، میخندیدن، صحبت میکردن، ارتباط میساختن. او گفت: این فقط نوشیدن قهوه نیست، این یه فرهنگ، یه تجربه، یک زندگیه. در ذهنش برق زد: چرا ما همچین چیزی در آمریکا نداریم؟ من اینو به آمریکا میبرم. رد شدن و شروع دوباره. هاروارد این ایده را به مؤسسان استارباکس پیشنهاد داد، ولی آنها گفتن نه، این ریسکیه، نمیخوایم وارد نوشیدنی بشیم. او دل سرد نشد، پول قرض کرد، سرمایه‌گذار پیدا کرد و شرکت خودش را ساخت. جیرونل اولین کافه با سبک ایتالیایی در آمریکا را ساخت و شروع به کار کرد. تا اینکه در سال 1987 او قدری موفق شد و پول به جیب زد که استارباکس را خرید. بله، همان شرکتی که قبلا در آن رد شده بود. از یک فروشگاه تا 10,000 شعبه در جهان، او با همان شور و ایمان شروع به ساخت امپراتوری کرد. در عرض چند سال از چند فروشگاه محلی به صدها و بعد به هزاران شعبه در سراسر آمریکا رسید. در سال 1992 استارباکس را وارد بورس کرد. تا سال 2000 برند استارباکس به سمبل زندگی مدرن تبدیل شده بود. اما زندگی همیشه فقط اوج نیست. در سال 2007 اوضاع بد شد، کیفیت پایین آمده بود، سود کاهش یافته بود، برند داشت لطمه میخورد. خیلی ها گفتن دوره استارباکس تموم شده، اما هاروارد دوباره برگشت به میدان جنگ. 900 فروشگاه را بست، کیفیت قهوه را بالا برد، تجربه مشتری را متحول کرد، برندهای جانبی خرید و یک بار دیگر استارباکس را از خاک بلند کرد. تا سال 2012 استارباکس دوباره قوی تر از همیشه شد. دوباره لبخند به چهره مردم برگشت. راز واقعی موفقیت این شخص از گفته خودش در چه بود؟ هاروارد شورتز فقط قهوه نمی فروخت، او احساس تعلق می فروخت. او میخواست هر کارمندش احساس کند دیده می شود، هر مشتری حس کند بخشی از یک جامعه است. او گفت اگر فقط دنبال سود باشی مسیرت کوتاهه،
ولی اگر به دلها وصل شی هیچ کس جلو تو رو نمیگیره. الهام این داستان موفقیت برای من و تو هاروارد شولتز در فقر به دنیا آمد، ولی با ایمان، رؤیا، تلاش و تسلیم نشدن کاری کرد که اسمش تا همیشه با قهوه گره بخورد. شاید ما هم ثروتمند نباشیم، شاید امکانات نداریم، ولی اگر باور داشته باشیم میتونیم زندگی بهتری بسازیم. هیچ چیز جلومون رو نمیگیره. یک فنجان قهوه، یک جرقه رؤیا و مردی که دنیا رو تغییر داد.